این سخته ای نگم چی نمیشود. اینجا دا اینه دیل اینجا کسی غور کنده چقدری کنده بسم الله الرحمن الرحیم. همون با سلسله دارم شوبای قدیما یا خیلی هست که چپر نمیشه. که فرزند یک کنه در سمت میمون این اهمی زمین مدل وطن دل کنده نمیتونه بود. وقتی که میان میره همه سوزن هر این نخلایی که نمی اتها موندیدگی هم دیده کمرها بالا دا موندن. کمرها رو ما ای بالا آماده میتونیم. محترمی بحترمی خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بیا اسبک پرد جان پرتو جی یا بسم الله. سلام و درودی به پایان دوستان عزیز. دوستان عزیز همین دره‌ای که شما میبینین دره آسیابا میگیم و همین دره رفتگی هم خیلی بالا. ایرویی که فکرایی که من میکنم عقیده‌ای که من میکنم به حال من شما نشون بدم. اینا با همراه برادرها اینا ما یاله کمر میگیم. اینا نمیده تا کمر که دیدین شما اینا کمرها رو دیدین. اینا یک اینا دو کمر. اینا وقتی که این راه شیده که کمرها مایده شدن نماشو کمرهای کلام بودن. وقتی که میان میره همه سوزن هر این نخلایی که نمی اتها موندیدگی هم دیده کمرها بالا دا موندن. کمرها رو ما ای بالا آماده میتونیم. کمرها مایده که خلاصه اگه وقتی ایره همه سوزن کمرها در درون میمونن. ما مخصوص ایروی فکرانی ما ایروی که ما دیدم ای سالی همین کرانتین سر شدم ما اومدم همین کارو دا مشغول شدم. همین لبی دریای ما تا همون بالا که سره که میگیم هم خیلی کمرای همین فقط همین منطقه که همین خط اوی تلخک میگیم ما همین منطقه فهمیده میشه ایجاد زندگی بوده که ایروی بازیافتا ایروی شنید ایروی کارکردی وقتی که من خودم با چشمم دیدم در عصر سنگین انا ایجاد زندگی بوده. انا که ما برای چی میگم در عصر سنگین؟ ببینین که در عصر سنگین خیلی سنگا رو ما بازیافت کردیم. هر یکمشو مخصوص برای شما ما نشون میدم. در خاندان هر یک همه خلقی که در هم قشلاق زندگی میکنه هست یک سنگ اوغرک یک سنگ تواق یک سنگ وای همه شما بنوار میگیریم پیشکش شما میگردونم. شما با ما باشید میرین ای عصر سنگین دیدن میکنیم. عصر سنگین دهه سنتوده یک جای میریم با سر صبح. اینا دوستای عزیز اومدیم درونی همه باغی که بابای حاجی تقای مراد بود کو پیوندگر اینجا پیوند کرسته بود. اینا داری باغش اینجا گندم و جو کرده ای ربی حلوات بری جو بی زمین علاقه سر گرفته درجه عالی. اینه با همراه برادرها بابا رجب استاد عزیزم زنده باشن. برادر ما خیلی مخصوص همین غرور را در همین بالا بسیار که میگرده همین میدونه غرور را. اینا ما همچون راه بلد گرفتیم برای همون غرور را نشون بده. غرور هستن که در جریان دیگه وایره دیده نمیشه. ما مخصوص برای همین خیلی برادر گرفتیم بریم ایروی دیدیم و ایروی کار کردیم و ایروی مقصد و مرام ما همین قدقدی داره تا همین بالا را زندگی بده زندگی میکردیم و در درون غارا در عصر سنگین. این ایرویی که با ما شما اینا بنوار میگیریم نشون میتونم. ببینید که درونای کمرها را درون غارا را چیکار کردگیم. یک جای میریم دیدن میکنیم. اوکی بابا رجب این شیغای بابای کامیل ها آره بابای کامیل جان آن طرف آوازی خر اینا ماما چیکاری ماما کمپیرک همجا بوده سازی تینجی بابای کامیل هسته کجا ده بابای کامیل؟ همینجا بالا ده؟ رفت بیا ایدرون بریم بابای کامیل ها بابای کامیل اینم باقای بابای کامیل بینی باقا راخ شو بینی هرک مهنت میگه مهنت شرف است مهنت شرف است سگه بی یا پالکش که بگن یا خواه جکره سخشنه میتو بخیزن این سخ خواه داره یا پالکش هایی و هاو داره مومی کیوانو میگن اینا مومی کیوانا خانشو بزنم موپایکار موپایکار اینو بابای کامیل جان چیکارو که کده ایسا خنده هاشو بزنم این مردک پلک شنونده سبب شما تربوز کست
انشالله خدا نصیب این رادیات 60 داره کو چی نگفته است کو تندر چراغ گذاشت السلام علیکم پیری کار خوب هستی تینجا هستی کار خوبه همه طرف تینج سلام علیکم پیری کار سازی تینجی نمادن فویش 99 باشی تمام صد وجود اون دپرش باشه بسات میشه شکر خدا که سازی خدا ناز باشد ما ناز شما آرزو بیشونه خدا 88 نوروز داوود الله اکبر زنده باش هزار رحمت این نه تمام کردم که ولی میرم مفکر میرم در 20 سال تربیتشونه بهترین قرار سوم که رفتستین ها یکم شرک ما بگو هم تا قار کوی میریم اکا قرای دوری پیشا چرا بیکار نکنی بکوی ایشالا که میای خلاصه گفت تو باشه اکی اسو این میدونی میدونم جمال الدین همینجا ما گفت کامزون همینجا گفت 12 اوشو بود 12 اوشو اینم جو حال هست همونجا اوشو تو سنگ هر اونم اردو بچه حال هست خیلی سال پیش این اگر شما بنوار بگید هنوار باشه همه کوچی ما رو بینه ممکن همینجا با ویترک آموزش شما کده بکنه بارم درست اینجا تا وقت زندگی بده زندگی بده اصلی سنگی ده پیش نه همین رو گوش بده این رادیوی من پیش ابراهیم بیگ روز که اومدم که خوش کده اینم آیو خیلی چیزی میگه بهار شد سال تو در بهار شد اگه خوب زنده مزار برکن نرفتم ملک تلمیذ ای جورایی پرویز در نظر کمزون سخناتون دسمه هست مونان جمعیش نه بلنده نه پاسم نه هشوار نه مستم راست بگم دسمه شواری خلقت با سخن زنده شود نامی همه با سخن پخته شود خومی همه نگاه دو کلمه گفت خیلی معنی داره من میگم همه شوهر رو میفهمن میدونن کمزون در آوازی خروز با خودی ما همیشه در این فصل نوروز در آوازی خروز در همین آوازی خروز اینمی بوشه اکثر بارجاگی خدا بار که دادگاه در پیش ما شوهر شیخ میشه پیدا برای مقل عذاب دارم سخن زیر لب این ارزو عذاب دارم تنسیتی شما رو اخلاق طلب دارم سوی سلطنت به دنیا هست با همه تون دوستان همیشه روی سفید سوخ سلام بره با همیشه بیاد گابنس اخلاق عذاب سخن گویم زیر لب زنده باشه همیشه قوت بابا هم یعنی گفور خدا کردن طلب بار کنی زنده خوب ده شب همه شب نمیشه همه این گفور خدا کردن طلب که بگذاشت روات در دوستان قوت در میدان سرسرک نگرده میزونه بود بابا کامل جان پناه بخدا برای کار بیکار نمیکنیم نه ما میریم با ان شاء که بابا میخریم خدا نگهبان وقتی میواد بابا میخریم خدا نصیب میواد نه اینم گلوس نه بخرید اینم شد تمام خام گلوس کی برای کار در همیشه جای کف کردم در آواز خروز با خوردیم همین روز در عین فصل نوروز روز همین خروز بیشتر جانوری خوبه همین خروز نگاه خروز زنه که همین خیلی پیش بابای کامل جان برو اومده ما یالا داره بسیار خوبه اگه حرکت میکنیم با همین بالا ای خط داره شد تمام کار میپرتیم چیا؟ ها اونو پایین 14 بود این 14 رو با فکرم وقتی ارین داده کرده نوخی ها ای بای بهترینه زنده باش نگاه برادرها مردم چه خیلی مهنت میکنن در این جری مقصد گرم خونه کرده پوند آو دیده اینه اینجا در آو رفته است خلاصه گبی نمیخیر هم قطعه درم ما میرین تو همون غورا را این همجا گفت یافته که من کوزا را این همجا همه این همون پران همجا درخت ها رو دیدستیم همجا کوزا رو یافتگی هست حالا البته که کوزا رو بنوار میگیریم هی انمی 14 ولیا این 14 ولیا این اینجا در مردک کدوش نیوندن نگاه کدوش روزه 3 برگه 4 برگه شده انمی 14 ولیا این خیلی وقتی ارین داده کردن نمیمو بعد از جنگ شهروندی یوش در یادمون هست هانا دوستای عزیز ما خیلی بالا اومدیم
اینجا نگاه کنین که اوبانبور کدگیان یک بار پیش رفته دیدن در کاری چیه ایرو یک این برادرای ما گفتن که یک زمانی گفتن که همینجا اوبانبور میکنیم گیس میکنیم چیز میکنیم دیگه نکردن مقصد که خلق روزی نشیده چی خیلی یا که پولشون نرسیده چی که پیشیده که نکردن ولی یک جای میره میبینیم همینجا چی باشه اینجا این برادرای عزیز ما اومدیم قلی دخترک ده این قلعه رو دیدن قلی الهیده قلی دخترک میگم نام ها سرشوی اومده یا خیلی تخلص قلعه دخترک داره اینه موی سرش اخی پرتافتگی قلعه دخترک جا کلوی اوده وای اومده گه سرشویی این دیدن قد همین دره برادرها ما همین تکفرم هم سرسر دنگی میتونم فرمونه بسم الله الرحمن الرحیم همین طرف مایده حرکت میکنیم اینا دیم برادرها اینجا اینا پویانده خیلی مهنت رفتگی بوده کو ای کار خیلی ما درک نداریم یه هم سالای 13 کرده گرم نمیدونم باید گیس میشیده بفکر من سالای 13 شو اینه برادر ها یا بسم الله اینجا دا اینا نوعی که خیلی هست شد من یومیم اینه برادر ها اینجا ایره بیم اینجا اینا یا بسم الله اینجا خمیزدار بوده ها کول شده ها اینجا کولا اینه بچه ها دروازه داره هایی مقصد اینجا همین اوور اگراف کمی کردگی جو این تو طبی میره بی اینجا بکنم این آرماتوراش بلند کردنی بدن یکم نقشه بده یکم نقشه بده گه اینجا این برادر ها اینجا بکنم که گیس میشه گیس اینجا گیس میشه خیلی همین سالای 13 کرده گنی را خدا میدونم نه بهترین خب باور که خونه من هم زوده هم دیگه سنسون اینجاش با این نو دیدم خیلی جو داشته میدونم خیلی دخترک کودکی میدارد و مثلا خیلی دخترک هم میدونم اینجاش اهمیت داده این هم بودیم نه گیس خیلی رفتن میگیم باید چیزی که پیشمون برو من بنابار میگیرم پیشکشمون کنید تا حرکت میکنیم میگیم همین طرف در قرآن این هم پایره حقیقتی میری و تو اگر میگه بالای سرش نری نمیبینی او قرآن ها؟ بالا دو باشه تمام رفتن میگه اینجا سنجی تم بوده اینا هی پودینه بوده اینجا دم همون دره ایکی دینا ما رفتیم همون بالای همون دره هم بابا رجا یکه همون برنامه مونو دیم آخی طرف هم بالوش رفته ما ایلوی او دینانگی برنامه دیم سریع شد بگیم این پودینه رو بیم نه همین پودینه هم پودینه لوی او این رو بیم این همین بالا بوده پودینه تا هم پایانه پودینه لوی او هم بالا ده اینجا هم روشه که هر روز بکاری دبن میچینیم اکی روز کارمون دیگه امروز ما باید غارا رو برنامه بگیریم برای تماشا بینمون و هر روز بریم روشک میچینیم روشک اینا قدخه در رفتن میگیری دیگه همین اگه پا میخواستم بگم شما باور که قطیمون نیستن که تصور کنین همین بورا این بو باور میکنی آخری ای باور که ایده همین درخت جنگ نمود بوی کده است که بوی کانفیته که میخوریم میاد نه بویش
یک نمود تو خفیف انم خیلی این همین دره همش هم خیلی بو کرده است این دره یک بوی دوده است که همین ما حلاوت برده استیم همین خیال کردم که با یاش شده استم ده ای خداوند بزرگ هزاران بار شکر به این نوش نعمت تو به این گیاهات تو خو گل لاله اینه گل لاله اینه میره گل لاله میگن گلی لاله اینه باز این گل لاله رفتن میگیریم این قلعه دخترک میگن ایره اینه با ای طرفش قلعه دخترک نامش قلعه دخترک اینه درسش تاقیچه خیلی نامش ایره هم یک قلعه دخترک این آمدیم حوالی در رسیدیم اینجا همه پایانا توغ این پایانا جنگل همه جنگل های پایانو درخت های بلند این توغ خیلی گودک ها بازی میکنن که جنجیراق میگن چی میگن این هم جنجیراق خیلی اینه آمدیم در جنجیراق خدا اونم خونه رو دیدین انا این طرف جری همین خونه هم پایان هم غوره این پایان دا با غوره بینین یکی درخت ها چند صد سالان خدا خودش میدونه این هم درخت ها رو هیچ که دیگه نمیدونه که چی گپه چی گم نیست همین قد دره هم فقط غوره شما یافته استیم نشان داده استیم دیگه نمیدونیم چی گپه ایره بی بهار در حقیقت فصل زیباترین سال بهار در حقیقت خیلی گفتم فصل زیباترین سال در حقیقت فصل زیبای بهار حلاوت میبری بهار خیلی نه اینجا شیر دار خیلی نمی نگاه کنم نمیبینی غاره نمیبینی نه نمیبینی ها انا که پیش میره درود کامی هست باشه همینجا نه ای تا بریم ای راه بریم این راه داره ها او پر راه داره نه بچه ما قریب که یافتیم شم اینجا با مرور زمان چپه شدگی ها این غار بحترم هست مار چپه نبگیم بهار دا با ای بچه شده مار پس نه محترمی بحترمی خیلی بسم الله الرحمن الرحیم بحتر میترسی؟ خب بیا بسم الله الرحمن الرحیم کویا بحتر دیگه که جدا او کلاسو رو بیا اوس چی بده این بیچاره غلطی دیگه بیا بیرون میپرتیمش یا این بحترها در اومدگی هم غلطی دیگه برومدن نتونستیم بیا بروریم شاید تشمور دیالک بیا اوس بک پرویز جان پرتوجی یا بسم الله خب این در این همه غار این معلومه که اینا تا سنگوش کندگیان اینا چپش خیلی نبودن این هر بهار یا خم مرور زمان چپش دم میگیرن دیدین نه برادرها در این همه غار زچدم غار خوب کلام در وقتش دارن چپش دم مایده شدن میگیرن خیلی بگفتی برادرها این براش با پایان بودگی خیلی چپش ده اینا خیلی پرشیده اینا جایی که زندگی میکرد مردم اینا برادرها میبروین یا بسم الله خیلی در دورین هم بزنیم همینجا برای چی این غورا رو ما مخصوص انتخاب کردیم خیال نکنیم که اینجا او ایره کدنه یا این غورا خودش حالا شما در نشان میتونیم که چی دارن در ترکیبشون هازی مخصوص فکر نکنیم که ایره طبیعت کردگیم که او کردگیم نه ایره در حقیقت انسان ها کردگیم من برای چی میگم که انسان کردگیم من شما در نشان میتونم برای چی رفتیم غور دیگری ده من نشان میتونم که برای چی ایره انسان کردگیم غوری او میکندگی دیگه و ای غورا دیگه انا که مخصوص برای انمی من شما در نشان میتونم که چی فرقیت داره میریم بالا در پایان دو بالاگی ها غوری بالاگی انا برادران این غورای او کردگی این غورا رو او باران در سیل پل میروه یا درش سخت نیستن حال نگاه اینا نگاه کنید غورای اوی هن اینا این چرتیدنش هم ممکنه همه خیلی هسته پرویز
این غاره اویه چرتیدنش هم ممکنه. این غاره نگاه درش سخت نیست، درش خاک خولیه. انا که رفتیم اون غاره رو فرقیت شما شما دا نشون بود. این خدی ای بالایی چی اومده؟ دره چوقی. هی پایان زمینه جمال. ها؟ آه دیدیم بچه ها دره را. اینا نه بالا سرسرک، اینه قراتاش، قراباش. این میاییم اینجا دره‌ای که مقصد بسیار میاییم اینجا دره قلاق میگن هم پایونشا. اینجا اگر باران بسیار باره به حد سیل کلان میره، به حد سیل میره که تلخی آدم میکفه. آره دوستای عزیز ما وقتی که خردسال بودیم اینجا میخوانده پلک میشید تربوز. اونجا این حالا که دیگه مردکای پلک میکردن هم سین سالاشون رفت. عیدتی جوانایی چی نمیاد دیگه. هم باید شکرانه صلح و سلام و شکرانه تینجیمون که دیگه مردم که تلاش نمیکنن. اینجا را پلک میشید در این همی خوردم و ایمینوی خو میرفته. تاجدین سلطان بیت خطی، دادرش خطی. اومدم بگه همه غاره که مخصوص خلق در غور وقت زندگی کرده، مردم زندگی کرده. یعنی چپا شده محکم شد. مرور زمان دی بارانا چپا میکن اینجا محکم شد. انا اینجا ما زنده ما خمونه ما اینم خودم خور رفتگیم. اینو بیایم. بیایم چاقا بگیرم. انا که تماشا کنه بیایم اینجا. بیرون بسای. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیده غوره باشه. انا که مخصوصیته که من گفتم که غوره چی فرق داره. حالی شوبه میزنن که شوبه. اینه شوبه. نگاه که خیلی شوبه که میگی بیتونه. چیزی هسته که این بیتونه ای چپه نمیشه. رنگ اما با سلسله داره. شوبه قدیمه. یا خیلی هسته که چپه نمیشه وان همین چیزو. چپه نمیشه. چه خون میکنیم لاک پا بزنیم بالاس بگیریم. نه حاجی استاد نه واقعا شوبه میزنن. این قدیم شوبه زدگی قدیم. این کدومی سال تمر قدی زدگی کامگی نیست. این هیچ چیه ایران نمیدونم. این نمی. بود. چراغمونی چیزی هست علاوه. یک چراغمونیشون اینجا دوباره اون اخچاون چیزی هست. اینش خیلی مخمون کرده. این دیوارای اریدو. اینه یه صورتی اودام کشیده. بیانم صورت اودام. وقتا میگفتن که صورت اودام چیزی هست میگفتن. این کشیده اینه صورتی دیل مورد کشیده. اینه دیدی صورتی اودامایی. هیچ خیلی هست که ایراد نه تیشه میبره نه توار میبره نه هیچی. یگان که نمیبره این سنگا. شوبه. این شوبه ورنه یو بالاس میکنه. چیزی هست که این قاشقچه رو بی. قاشقچه داره خمونه. این یکی بالاس میکنه. این چیزی هست رنگ شوبه خمونه از مزه میگو. این سخته این میگو. ایسی رو پاوزدو. اینجا تاریکه. ایسی خواه رو ایسی رفته گیرم. ایسی نمو خواه اینجاش خیلی نمیدونم اینجا چی باشه. این برادرای عزیز مخصوص من همینجا رو اینجا خیلی اونم اینترسوات کستم که هیچ خیلی آدم کشیدگی باشه. میرم نمیبوره یکم چی خیلی اینوی آدم های میگن میرم تحش کنن نکل چیه این اینجا نگاه که صورت دیل کشیدگن یا اینه نگاه که اینه دیل کشیدگه دیدی؟ یا نموش راجوی نمیان این آدم های میگیم این همین شوباش خیلی شوبه هست که سخته یا چپا نمیشه آنی غورو نه این های گل سختی این اینجاش نگاه این نگاه کن سختی نه ای سنگ ای سخته سمنت میگی سمنت این سنگ بگیم سنگ مایده میشه و نمیشه میشه من دیگه ای کلسه بدار روز دور کلسه یا کامل ساعتی که رفته که نگاه کن این شوبه خون بزنه این نگاه سنگ تینه میزنی زنده باشه
اوکی بابا رجبان که خانه وره اوی کلان ای خیلی دوستای عزیز دور قدیمیش که نمیدونه که چی گپ چی گپ نیست اینا ایره دیدین چی آدم عکس آدم این سخته ای نگم چی نمیشود اینجا دا اینه دیل اینجا کسی غار کنده چقدری کنده خیلی دیگه که چی میگی نمیدونم من اینم چیزایی که اینه بدن نیفت حالا دوستای عزیز همین غارایی که ما تجربه کردیم و دیدیم با چشممون زیاده یک 20 هست 20-25 30 کم بگیم میشه که غارایی که این حال هستن میویم یا غارایی که بالوش سخته ای و زندگی میکردن مردم اون چیزی هست که درجهش سخته ای انا این غاری که آدما ساخته اند اون غاری که او میسازه و تمام دیگه چه او سخت نیست خیلی یا هم خیلی سختی هستن که چپا نمیشوند نمیچرتن چی شوبه زده یا که شوبه که هازی نخمونه که اختراع کردیم شوبه میگیم اینو در حقیقت سخته خیلی جدا ما دوره کودکیمون زندگی که می قاشقای ما ای به درجه اولی سخت خیلی چی شد خوب شد میزنیم خیلی اکی ته پاپ مایده پرشی دسته خیلی نیورا شما خوب کنه که من بچه‌ها خطی کردن که مثلا گم باران دا او پام ندرویا خلاص اگه اینجا مولا محکم میکنن اینجا دا چی میگن همه طرفت آدمان وقت آرنده دا زندگی میکردن مثلا غار با آخر رسید از 30 تا 25 30 تا غار با چشم دیدگی هست دیگه خیلی محکم شده دیگه با مرور زمان مایده انا که عصر سنگین دا میگذاریم عصر سنگین چیزی که بسنگ بود انا وایره با ما پیشکش شما میکنم فقط تماشا کنید حلاوت ببرید استاد بابا رجب پرویز جان دوستی عزیزم هزار رحمت مخصوص برای بچه‌ها زنده باشند تماشا کنید حلاوت ببرید بابای ما در سالهای قدیم با چه کارا مشغول بودن و چه زندگی میکردن دوستای عزیز همین راهی که شما میبینید یک راه دیدین یک راه خلاصه گپ قلف کلید نام دارن همین کوه اوکی بابا رجبان قلف کلید یعنی که این همین پایان ها این هم پایان میدروی همین یک راه میه دیدین یکم جای همونجا دیگه راه نداره که ببروی نه بز میبروی نه گاو میبروی نه سایت میبروی نه آدمیزاد هم میه این همینجا ببروی دیگه نبروی با عبرت نخفا میگردی میری همینجا محکمه هم قلف کلید های این همین راه خطی میبروی همین راه خطی با میفروی میری پایان تمام دیگه هی انا قشلاق ما انا پایان ده ما هیچ نمیونده باشیم 20 کیلومتر اومدیم ها این قشلاق ما دیدیم برادر اینا باقی سربلند خانواباد باشین خداوند یار و مددگارتان ما خفای که با تماشامون میریم خدا نگهبان